من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و تمام هم‌میهنان گرامی. عرضم حضور شما تشکر میکنم از گروه کار رسانه که از من خواسته در اینجا بیام و چند تا سوال در مورد مسائل کارگری مطرح کردن که من به اونها کوشش میکنم به اجمال در حدی که وقت اجازه میده پاسخ بدم. عرضم حضور شما ولی ابتدا میخواستم قبل از شروع پاسخ دادن به این مسائل یادآوری بکنم که 23 تیر تقریبا، چون این مصاحبه همزمان با 23 تیر انجام میشه و 23 تیر مصادف هست با سالگرد یکی از بزرگترین و اساسی ترین اعتصابات کارگری در تاریخ جنبش کارگری ایران، یعنی اعتصاب کارگران آبادان که به حکومت نظامی و سرکوب شدید و کشته شدن تعدادی از کارگرها تبدیل شد. متاسفانه اعتصاب 3 روزه اونو یاد و خاطر اونها رو گرامی بدارم و تأکید کنم که یاد و خاطر اونها همیشه برای ما زنده است. ارزش کارشون در جنبش کارگری محفوظه. اگر که اون فعالیت ها و اون تلاش ها و فداکاریان نبود، بیشک وضع طبقه کارگر ایران امروز به مراتب بدتر از گذشته بود و امیدوار هستم که روزی طبقه کارگر بتونه در اثر این مبارزات نتیجه این مبارزاتی در گذشته انجام شده بگیره و از زحماتی که شده بهره مند بشه و زندگیش دچار دگرگونی و تحول اساسی بشه. عرضم حضور شما چند تا سوال شده از من. یکی از اولین سوالی که مهمترین مطالبات و مشکلات کارگرها در شرایط کنونی چیه، بعد راجع به مناسبات جنبش کارگری با جنبش سبز سوال شده، در مورد ادامه بحران و ورشکستگی در صنایع صحبت شده و در مورد انتخابات. من در مورد مسئله مهمترین مشکلات و مطالبات کارگری، همونطوری که دیگه خیلی همه میدونن، بیکاری هست، نبود امنیت شغلی هست، عرضم حضور شما که دستمزد پایین هست، مانع تراشی بر سر فعالیت سندیکاهای کارگری، حذف و پایمالسازی قوانین اجتماعی و قوانین کار، عدم پرداخت به موقع دستمزدها و سرکوب پیوسته جنبش کارگری و فعالین جنبش کارگری. اینها معضلاتی هستند که جنبش کارگری با اونها مواجه است و با اونها مجبور مبارزه کنه و در حال مبارزه کردن هست و در این زمینه هم تلفات زیادی داره. همطور که میبینیم عده‌ای از رهبران جنبش سندیکایی مثل آقای حسانلو، آقای مددی، آقای نجاتی، آقای صالحی و دیگران که الان متاسفانه اسم همه خاطرم نیست، به زندان افتادن و متحمل وضعیت دشواری شدن، شغلشون رو از دست دادن و آزار و اذیت‌های بسیاری رو تحمل کردن بدین خاطر. من از این فرصت استفاده میکنم و درود میفرستم به همه این مبارزین و سایر مبارزین گمنامی که در کشور ما برای در این راه تلاش میکنن و امیدوار هستم که این تلاش‌ها و البته اطمینان دارم که این تلاش‌ها سرانجام به نتیجه خواهد رسید و وضع طبقه کارگر ایران دگرگون خواهد شد و طبقه کارگر به حقوق خودش در اثر مبارزه و مساعی خواهد رسید. در مورد مسئله رابطه جنبش سبز و جنبش کارگری، همونطور که میدونید خوشبختانه این رابطه در ماه‌های اخیر به خصوص روندش سرعت گرفته و بحران اقتصادی در کشور، تشدید بحران اقتصادی و بیکاری و مسائل دیگه باعث شده که گرایش کارگران نسبت به جنبش سبز تقویت بشه. از طرف دیگه در ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که یک سری اقدامات، یک رشته اقدامات از طرف رهبران جنبش سبز برای جذب کارگرها به جنبش صورت گرفته که خب اینها ارزشمنده، ولی به نظر من برای جلب کارگرها و برای سرعت بخشیدن به پیوند کارگرها و همراه کارگرها با جنبش سبز کافی نیست. باید این فعالین و این رهبران جنبش و رهبران نمادین
تلاش بکنن که در واقع در مورد مسائل کارگری، به خصوص در مورد مسئله حذف قوانین حمایتی از قانون کار که الان به عنوان یکی از حساس‌ترین عرصه مبارزه بین جنبش کارگری و حکومت هست، موضع گیری بکنن و نظر خودشون رو بیان بکنن. طور که میدونیم دولت احمدی نژاد از وقتی که روی کار اومده کوشش کرده با وعده‌های دروغ و فریب سعی بکنه که جنبش کارگری رو جلب خودش بکنه و یه سری اقداماتی هم انجام داده در این زمینه. مثلا از جمله اقداماتی که میخواستن بکنن این بود که میخواستن این شرکت‌های پیمانی رو وعده داده بودن که برمی‌دارن. خب این در بین خود کارگرها با توجه به گسترش شرکت‌های پیمانی خب خیلی بازتاب پیدا کرده بود، ولی در عملا مثل وعده‌های دیگه‌شون انجام نشد. ولی خود همین وعده‌ها خب تأثیر زیاد و مانع زیادی ایجاد کرد بر سر اینکه این کارگرها به جنبش سبز گرایش بیشتری نشون میدن و روند این پیوند و سرعت اونو کند کرده. خب البته این ماجراها دیگه افشا شده و این توتا دیگه معنی نداره و کارگرها متوجه هستن که اینها حقیقت نداشته و وعده بوده، ولی با این حال همچنان توهم گسترده این نسبت به احمدی نژاد در بین یک گروهی از اینها وجود داره که به نظر من برای باطل کردن و زدودن این توهم باید تلاش بیشتری صورت بگیره و حمایت‌های بیشتری صورت بگیره. مسئله انتخابات آزاد، انتخابات در کشور مطرح شده. می‌بینید که ما در تمام انتخاباتی که صورت گرفته متاسفانه هیچ وقت نمایندگان واقعی کارگری حضور پیدا نکردن، یعنی اجازه حضور بهشون داده نشده، چون احزاب کارگری و اتحادیه کارگری رو فعالیتشون پیوسته تقریبا از اول ممنوع بوده و با دشواری‌های زیادی مواجه بوده و به همین دلیل اینها نتونستن نماینده و آزادی در جامعه وجود نداشته، به همین دلیل اینها نتونستن نمایندگان واقعیشون و احزاب واقعیشون رو فعالیت بکنن و نمایندگان واقعیشون رو بفرستن به مجلس یا در نهادهای دولتی از طریق آرای مردم در یک انتخابات آزاد و در شرایط دموکراتیک بهره مند بشن. به نظر من این خیلی اهمیت داره که طبقه کارگر مبارزات خودشو هم از بالا، یعنی از طریق نهادهای قانونی و هم از پایین از طریق اتحادیه ها. البته اتحادیه ها، وجود اتحادیه ها اهمیت درجه اولو داره و بدون اتحادیه ها طبقه کارگر حتی اگر که قوانینی هم نوشته بشه که مطلوب یا نسبتا مطلوب کارگرها باشه، اینها وقتی که اتحادیه کارگری وجود نداشته باشن، همونطور که تجربه تاریخی نشون داده، نمیتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن. مسئله دیگه این است که مسئله قانون کار، تغییر قانون کاره که در این روزها دوباره مطرح شده. این تغییر قانون کار یک بحث خیلی طولانی هستش. از ابتدای جنبش کارگری کشاکش‌های خونین و سختی بر سر قانون کار صورت گرفته. نخستین قانون کار ایران در سال 1325 نتیجه این مبارزات هست. همین اعتصاب کارگرایی که بهش اشاره کردیم، کارگرای آبادان در 23 تیر سال 1325 هم که با شدت و خشونت بی‌نظیری سرکوب شد، بر سر حقوق روز جمعه بود و این تجربه نشون میده که خب چقدر طبقه کارگر برای رسیدن به این حقوقی که امروز میخوان در مجلس حذفش بکنن تلاش مبارزه کرده و همون مبارزات و این سابقه نشون میده که طبقه کارگر به این آسونی حاضر نیست از این قوانین عقب نشینی بکنه و از حقوق خودش بگذره. به همین دلیل این مسئله اهمیت خیلی فراوانی داره که بتونن طبقه کارگر بتونه با سازماندهی اتحادیه‌های خودش هم در تصویب قوانینی که به سود منافع اون هست شرکت نقش داشته باشه، هم بتونه از اون دفاع بکنه. یعنی بدون وجود اتحادیه ها و بدون اینکه طبقه کارگر بتونه در نهادهای قانونگذاری و قدرت سهم بگیره، به نظر من امکان اینکه کارگرها بتونن وضع زندگیشون رو تغییر بدن وجود نداره.
با این حال در شرایط کنونی به نظر من رسیدن به چنین مرحله مستلزم آن هست که جنبشی که در ایران وجود داره، جنبش مردمی، بتونه پیروز بشه و در واقع طبقه کارگر با شرکت وسیع خودش در این جنبش و اثرگذاری در اون میتونه کمک بکنه هم به تغییر وضع اقتصادی فلاکتبار کشور و هم به اینکه شرایطی رو فراهم بکنه که در زندگی خودش دگرگونی لازم رو به وجود بیاره و بتونه یک چنین نقشی رو بگیره. متاسفانه این انتخابات در شرایطی برگزار میشه که فضای کشور از همیشه بسته تره به نیروهای دموکراتیک و حتی به نیروهای برخی از نیروهای اصلاح طلب هم نمیخوان اجازه شرکت در انتخابات بدن. بنابراین منظوری نیست که طبقه کارگر بتونه در این انتخابات شرکت بکنه و بتونه شرکت بکنه. این امکانش خیلی کم هست به نظر من. ولی مسئله سر این است که وضعی رو در کشور از طریق همکاری با جنبش سبز و همراهی با اون و سایر گروه‌های اجتماعی به وجود بیاریم در کشورمون که فضا برای ایجاد دموکراسی، طرد دیکتاتوری و تغییر و تحولات لازم در کشور فراهم بشه. این مهمترین مسئله هست که طبقه کارگر برای پایان دادن به این دشواری‌ها و مشکلاتی که بر سر راهش قرار داره به نظر من باید مبارزه بکنه. الان اقتصاد کشور ما ورشکسته است، روز به روز هم بیشتر ورشکسته میشه. همین مسئله کارخونه‌ها رو که می‌بینیم روز به روز تولید اینها کمتر میشه، کارگرها رو بیرون میریزن و امنیت شغلی کارگر عملاً از بین رفته است. البته من مایل بودم که بیشتر یه مقداری در مورد این سوالات صحبت بکنم و اونها رو بیشتر بشکافم، ولی به دلیل فرصت کمی که وجود داره متاسفانه این امکان پیدا نشد. با این حال تشکر میکنم از این فرصتی که پیدا کردم و از شما هم خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت و پیشرفت براتون دارم و از شما خواهش میکنم که اگر که نقطه نظری یا سوالی در مورد این صحبت‌هایی که شد دارید به آدرسی که در زیر این فیلم هست برای ما ارسال کنید. من سعی میکنم در فرصت‌های دیگه در خدمتون باشم و به اینها در حدی که قادر هستم پاسخ بدم.